سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من دیروز یه ویدیو شورت گذاشتم که ما داریم میریم دور همی و بیاید با هم دیگه بریم خرید کنیم و حالا همراهمون باشید و این چیزا. احتمالا امروز که من این ویدیو رو میگیرم فردا آپلودش میکنم که فردا میشه جمعه. پس بریم با هم دیگه آماده بشیم، لباس بپوشیم و خوشگل خوشگل کنیم و اینا. خیلی ممنونم که در ادامه ویدیو همراه من هستیم. خب من یه دونه از این ماسکای ورقه‌ای میخوام بزنم روی صورتم. این تونره رو میزنم اینجا، این فشارش میدم توی مناخ. قبل از ماسک زدن بهتره که تونر بزنی. من زیاد طرفدار این ماسکا نیستم چون که خیلی لحظه ای پوستتو خوب میکنه و اینا، و حالا ما هم توی این لحظه میخوایم پوستمون خوب باشه، واسه همین من امروز از این ماسکا میخوام بزنم. حالا اگه تونستم اینو بازش کنم چه تازه. من اولین و آخرین هوادار نکاتم. اینجای صورتم درشو بردم. یخ کردم، چقدر ترسناک شدم. بیشتر خیلی من ترسناک میشم با این ماسک. نگام کن، تو خیلی بهتر از منی. آره من اصلا انگار مثلا از یه جزیره دور افتادم اومدم اینجا، مثلا اینجوریم که خب بچه ها، من صورتمو این ماسکر رو برداشتم، صورتمو شستم، حالا اینو زدم که میکاپ کنم و یا میکاپی که میخوام بکنم یه آرایش خیلی اسموکیه که براتون اینجا میذارم عکسش رو که تو ذهنم چیه. حالا امیدوارم که عینش بتونم در بیارم. اما قبل از این من از چند تا کرم استفاده میکنم برای زیرسازی پوستم. کلا وقتی که مثلا میخوایم بریم بیرون بهتره که خیلی مثلا پوستمون رو آبرسانی بکنیم که حالا در طول شب بد نباشه، داغون نباشه، نچسبه به موهام، به صورتمون، کرممون. من همیشه خیلی آبرسانی میکنم. بعد دوباره خب ما شب هم میخوایم بمونیم و ترجیح میدم که پوست خیلی خوبه، درخشان، شاینی داشته باشم. حتی اگر که نخوام صبحش آرایشی چیزی بکنم، قشنگ باشه صورتم و مثلا نیازی نداشته باشم مثلا آرایش کردن. خب آبرسانم رو فکر کنم دستم خورد به میکروفون و یه صدای خیلی بدی تولید شد. آبرسانم رو میزنم به کل پوستم. ترمیم کننده است، نمیدونم بزنم یا نزنم، ولش کن. ترمیم کننده رو امشب نمیزنم. مرطوب کننده روی آبرسان میزنم. دارم رو آبرسانم که اینا چفت بشه توی پوستم. حسابی ما اینو زدیم و اینا دیگه اسموکیش کردیم و مشکل شد. حس میکنم واسه اینکه یکم خوشگل ترش بکنم میتونم از یه شاین استفاده بکنم. اینجای چشمه اینو استفاده کنم. خب حالا دیگه بریم پوستمون رو درست کنیم دیگه. اول از همین که زیر چشممون رو طبیعتا باید پاک کنیم چون خیلی سایه ریخته زیر چشممون. این مال ژینا ژنه. یه کوچولو بردارم، انقدر نیاز نیست برم اینجوری رو تو بدارم اینجا. من ابرامم درست کردم، حسابی چسبوندم که تا آخر مهمونی نیاد پایین. احساس میکنم که اینجا یکم از سفیدش کنم، ولی خب بالا کانسیلر من به زور داره کانسیلر میده به هم، چجوری بخوام سفیدش کنم.
یکم. آقا من کارامو کردم و انقدر این آقا منو ناراحت کرد، انقدر این آقا منو دعوا کرد که میخوام برم از دستش شکایت کنم. میخوام برم پیش پلیس قانونی. واقعا هی بیا آماده شو آماده شو آماده شو. بابا نمیفهمه 5 دقیقه دیگه یعنی نیم ساعت دیگه، بعد بهش میگم 10 دقیقه دیگه یعنی 1 ساعت دیگه بیا. خب چرا نمیفهمی؟ عشقم تو چند ساله با من دوستی؟ همه مثل تو باهوش نیستن زندگی، همه مثل تو جینیس نیستن. مثلا گاهی اینجا میزنن صدا فوک میده، صدا خالی میده. امروز از